انسان خیرتمند جواب این 5 سوال را نمیدهد. انسان عاقل، فرزانه، آینده‌نگر و بزرگ جواب این 5 سوال را نمیدهد، چون نیاز ندارد که بدهد. سوال اول: اهداف بزرگ شما چیست؟ این سوال است که متاسفانه اکثریت افراد از ما پرسان میکنند. اهداف بزرگ شما چیست؟ اهداف بزرگ رازهایی است که اگر شما بگویید ممکن است در مقابل شما سنگاندازی صورت بگیرد. پس دوست خوبی من، اهداف زندگیت را به هیچ کس جواب نده و اگر هم میدهید چنان کلی پاسخ دهید که طرف مقابل در کلیات غرق شود و به هیچ وجه استراتژی و نقشت را به دیگران نگو که رازهای شما افشا می شود. انسان خیرتمند هرگز نقشه خود را قبل از آن که به آن برسد افشا نمی کند. سوال دوم: خدا را بیشتر دوست داری یا خرما را بیشتر دوست داری؟ به این سوال هرگز پاسخ نده. یا اینکه مادرت را بیشتر دوست داری یا پدرت را بیشتر دوست داری؟ علم بهتر است یا ثروت بهتر است؟ انسان خیرتمند به این سوالات پاسخ نمیدهد. میداند که این سوال بنیاداً اشتباه است، به خاطری که نمیشود بین آب و نان یکی را انتخاب بکنید. هر دو نیاز است. پس آنچه را فکر میکردید هر دو نیاز است. شما نیاز ندارید که پاسخ بدهید. این میتواند چتری خیلی بزرگی باشد که بسیاری از سوالات را منسوخ میکند. میگویند که از یک فرد گوسفندهای زیادی داشت پرسان کردند: خدا را بیشتر دوست داری یا گوسفندانت را بیشتر دوست داری؟ خب آن بیچاره نمیدانست که جوابی نبدهد. فکر کرد گفت والله بین دو دوست چیزی گفته نمیتونم. پس به این سوال هرگز شما هم پاسخ ندهید. سومین سوالی که به آن نباید پاسخ بدهید: فردی از شما پرسان میکند که گناهی گذشته شما چه بوده است؟ بزرگترین اشتباهی که در گذشته انجام دادی چه بوده است؟ نیاز نیست که پاسخ بدهید دوستان. به هر اندازه‌ای که رازهای بد گذشته‌تان را، نکات ضعف گذشته‌تان را، اشتباهات مهلک گذشته‌تان را، گناه گذشته‌تان را به دیگران بگویید، از چشم دیگران میافتید. پس زمانی که خداوند گناه شما را، اشتباه مهلک گذشته‌تان را میپوشاند، نیاز نیست که دوباره شما آستین بر بزنید و گناه خود را در رسانه ها اعلام بکنید که همگان خبر شوند و آن را ببینند. هرگز به این پاسخ ندهید. چهارم: به این سوال هم هرگز پاسخ ندهید. عواید شما چقدر است؟ چقدر پول دارید؟ خب به شما چی ربطی دارد؟ خیلی راحت هرگز پاسخ ندهید. چقدر عواید دارید؟ وزنت چند کیلو است؟ ازدواج کردی؟ چرا ازدواج نکردی؟ چرا این وظیفه را انجام میدی؟ چرا این وظیفه را انجام نمیدهید؟ چرا این 5000 را میخوانید؟ چرا این 5000 را نمیخوانید؟ چرا با این فرد ازدواج کردی؟ چرا این لباس را میپوشی؟ چرا این کشور زندگی میکنی؟ خب به شما چه ربطی دارد؟ اینها زندگی شخصی است. هرگز زندگی شخصیتان را دوستان مطرح نکنید. از کسی به کسی اجازه ندهید که سوالات شخصی از زندگی شما داشته باشد. به این سوال پاسخ ندهید که افراد را اجازه دادید که وارد شخصی خانواده‌تان شود و زندگیتان شود. پنجم: به این سوال هم هرگز پاسخ ندهید: چرا با خانمت جنگ کردی؟ چرا با شوهرت جنگ کردی؟ خب به شما چه ربطی دارد؟ آنها مربوط خود ما است. هرگز راز زن و شوهرتان را به هیچ کس جواب نده. این یک سوال بی موجبی است که هر کس از شما پرسان کرد جوابی نبدهید. انسان خیرتمند هرگز به این 5 سوال پاسخ نمیدهد. شما هم نیز پاسخ ندهید.
دوست خوب من، هدف ما از تولید این ویدیوها این است که شما در زندگیتان به سعادت برسید و یک درجه به اهدافتان نزدیکتر شوید. اگر از این قبیل ویدیوها